میخوام این وست و شلوار رو برشش رو بزنم. فقط اینکه اینجا یه تغییراتی انجام دادم. قسمت کمرش دیدم چون برای فرد لاغر میخوام بدوزم، یه 2 سانت داخل شدم از قسمت پایین، وصل کردم به زیر حلقه. قسمت جلو هم همینطور 2 سانت اینجا داخل شدم، وصل کردم به زیر حلقه و اینجا چون خط شیب داشت اندازه این تیکه رو گرفتم با این تیکه یه اندازه بشه، اضافهش رو علامت زدم و اینو میارم وصل میکنم به پایین جلیقه. این قسمت دور ریز میشه، اینا دور ریز میشن. حالا برش میزنم و میندازم روی پارچه. بچه برای برشش ببینید اولش که من همه رو توی یه جهت میندازم. درسته گل و طرح و اینا نداره ولی فوت یه حالت پشمی داره دیگه، تا جایی که امکان داره یه جهت میندازم که سایه نیفته. راستاگیری شلوار رو انجام دادم. ببینید راستاگیری یا خب این خطای ما عمود دیگه، یعنی خط صافه، هم میتونیم با این قسمت راستاگیری کنیم، هم میتونیم با این خطی که توی این قسمت وسط کشیدیم با اینا راستاگیری کنیم. راستاگیری یعنی از این قسمت بالا هم میگیری این خط و این قسمت پایین هم میگیری. این خط باید برابر باشه. الان من این لبه گرفتم اینجا 21.5 شد، از این لبه هم باز گرفتم ببینید 21.5 شد، یعنی باید یه اندازه باشه. راستاگیری اگر انجام نشه روی لباس مخصوصا شلوار حتما میپیچه توی تن، یعنی درز میاد به سمت جلو. روی بالاتنه هم همینطور باز اون چرخش رو ایجاد میکنه. راستاگیری شلوار رو انجام دادم، بالاتنه هم به این صورت گذاشتم ولی قسمت وسط پشت الان میخوام بزنم روی درز بسته. از اونجایی که نمیخوام سر و ته کنم به این شکل بذارم، اینا رو از همینجا جاشون رو عوض میکنم، یعنی اینو به این حالت قسمت لبه بسته پارچه میذارم. قطعه بعدی هم کنارش میذارم، به هم میخواد دوخته بشه. فاصله این جای اضافه‌اش رو 1.5 میذارم و اینجا باز دوباره این خط مرکزی خط راستا رو به من میده، راستاگیری رو انجام میدم. اینا قطعه های یقه است که 2 بار دولای باز قراره برش بزنم. به این صورت یه دونه قرار میدم، بعد برش باز میارم رو قسمت بالا. اینم که برای قسمت پشته که حالت بندینک قرار شد بزنم، بدم پانچ بزنم. و اینم که برای قسمت کیسه است که این کیسه رو اصلا از پارچه فوتر نمیخوام برش بزنم، از پارچه آستری میخوام برش بزنم. و فیلتابش هم که از پارچه اصلی میبردم. بچه ها اینم قسمت فیلتا بشه که روی اردو طراحی شده بود، برش زدم روی پارچه. یه سمتش باید دولای بسته قرار بگیره. فقط جای اضافه‌ها رو که ما 1.1 میذاریم از پهلوها برای فیلتاپ ها حتما باید از 2 طرف 2 سانت رو اضافه‌اش رو بذاریم.
بچه ببینید توی قسمت آستریش من اومدم این برش پشت رو دوباره کنار هم چسبوندم، میارم اینجا میذارم رو قسمت دولای بسته. اینم که میشه دولای باز. چون عرض پارچه من بیشتر بود کشیدم پارچه رو یه طرف که صرفه جویی بشه توی مصرف پارچه. اینم از برش آستریمون. این تیکرم باز من از آستر میخوام در بیارم، کیسه جیبمونه. چون خیلی باریکه همین مربعی در بیارم، اینجا رو روی دولای بسته بندازم. اینجوری هم کار انگار تمیزتر و جمع و جورتر در میاد. یه تیکه پارچه رو دولا کردم، یعنی 2 بار دولا. این الان 4 لاه، این قسمتش دولای بسته است، لبه بسته پارچه. اینجا رو به این شکل میبرم. این کیسه جیب ماه، کیسه جلیقه کوچیکه به خاطر اینکه قد جلیقه کوتاه انتهاش نزنه بیرون. دیگه اینجا آرام هلال نکردم، دلخواهه حالا میتونیم هم هلال کنیم. این شد پس 2 تا کیسه برای 2 طرف جیبمون.